من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. ببینید و اذ قتلتم نفسا فادارأتم. از اینجا خداوند تعالی اون جریان دوم را که قتل یک انسان بود اون را تعریف می کند. بنده عرض کردم الان چند تا عبارت از مفسران میخوام بخوانم برای این تفسیری که گفتم که شما مطمئن بشید کدوم تفسیر صحیح است. ببین بعضی از مفسران داستان را طوری تعریف میکنن که اول این قتل اتفاق افتاد، بعد از این قتل دستور داده شد که گاو را بکشند. خب پس در قرآن مجید تقدیم و تأخیر است. اصل جریان اول و اذ قتلتم نفسا فادارأتم، بعد از اینکه قتل نفس اتفاق افتاد خداوند گفت خب الان گاوی بکشید. این داستان از کجا آمد که ما این داستان را رد کردیم، گفتیم این داستان زیاد با تفسیر قرآن همخوانی ندارد. حافظ ابن کثیر رحمه الله می فرماید که این داستان از کتابهای بنی اسرائیل گرفته شده. این شأن نزول در احادیث ما چیزی نیست. در واقع این داستان داستانی هست از اسرائیلیات. حکم اسرائیلیات چیه؟ لا نصدق ولا نكذب. لذا می فرماید الظاهر انها مأخوذة من کتب بنی اسرائیل. الظاهر انها مأخوذة من کتب بنی اسرائیل. ظاهر اینه که این داستان از کتابهای بنی اسرائیل گرفته شده. و هی مما یجوز نقلها. این داستان داستانی هست که نقلش جایز است. نقلش چیه؟ جایزه. لکن لا تصدق ولا تکذب. اما ما نه این را تصدیق میکنیم، تصدیق میشود، و نه تکذیب. فلهذا لا يعتمد علیها. به این دلیل بر این اعتماد نمیشه. الا ما وافق الحق عندنا، مگر آنچه که موافق حق باشد. لا يعتمد علیها الا ما وافق الحق عندنا والله اعلم. ابن کثیر. پس ایشون میفرمایند که این داستان گاو از کتابهای بنی اسرائیل گرفته شد. البته خود قرآن درباره کشتن گاو میگه، ولی خب چرا گاو را گفتن بکشند؟ این داستان که به خاطر اون انسان بود و فلان و فلان، این از تورات محرف، توراتی که تحریف شده بود و از زبان و روایت های بنی اسرائیل نقل شده. خب پس ما معتقدیم، یعنی بر اساس تفسیر شیخمون وقتی که تفسیر میکنیم، اول دستور گاو صادر شد، اون داستان بعداً هست. اما بعضی دیگر از مفسران مثل علامه آلوسی همین را میگویند که ممکن است که خداوند دستور داد گاو را بکشند، بعداً اون اتفاق افتاد. این آیت بفرماید وقیل انه یجوز، گفته شده که یجوز یعنی یمکن، امکان دارد که ان یکون ترتیب نزولها علی موسی،
ترتیب نزول این هر دو جریان بر موسی، یعنی کدوم جریان اول پیش آمد، کدوم جریان دوم، علی حسب تلاوتها، بر اساس تلاوت. ما که تلاوت میکنیم اول کشتن گاو را تلاوت میکنیم یا اول قتل نفس را؟ کشتن گاو را. پس علامه آلوسی میگوید که شاید اول در اون زمانی که اتفاق افتاد هم اول دستور کشتن گاو داده شد، بعدن اون انسان مرد. بأن یأمرهم الله تعالی بذبح البقره، خداوند دستور داد که چی را بکشند؟ بقره را بکشند. ثم یقع القتل، بعدن چی واقع شد؟ قتل اتفاق افتاد، قتل اون انسان. خب فیؤمر بضرب بعضها، امر کرده شدند که اون انسان را با بعض این گاو چی بکنند؟ بزنند تا اون انسان زنده بشه. آلوسی میگه شاید چنین اتفاق افتاده. خب اکنون بر آلوسی سوال میشه که چرا گفتند گاو را بکشد وقتی که انسانی کشته نشده بود؟ خداوند چرا دستور داد که گاو را بکشد؟ خب اینجا پاسخ میدن مفسرین، همه مفسرین، آلوسی، بقیه، اینجا عبارت مدارک هست و همچنین تفسیر بحر المحیط، دوتا تفسیر جداگانه. قیل انما امروا بذبح البقره، گفته شده که بنی اسرائیل امر شدند که گاو بکشند دون غیرها من البهائم، بقیه بهائم نه، بقیه چارپایان نه، گاوی بکشند. چرا؟ لانها افضل قرابینهم، چون گاو بهترین قربانیشون بود، یعنی گاو از همه بهتر و مقدستر میدانستند. ولی عبادتهم العجل، و بدلیل اینکه اونها چی را عبادت کردند؟ گوساله را. فاراد الله ان یهون معبودهم عندهم، بس خدا خواست که معبود اونها را پیش اونها چی بکند؟ ذلیل بکند. خداوند دستورات گاو بکشه. این شد مدارک. اکنون بحر المحیط اندلسی، و انما اختص البقر، و انما اختص البقر، جزی نیست که گاو اختصاص یافت برای کشته شدن، من سایر الحیوانات، از همه حیوانات چی؟ گاو. لانهم كانوا يعظمون البقر، چون که بنی اسرائیل گاو را چی میکردند؟ مقدس میدانستند. و یعبدونها من دون الله، بغیر از خدا گاو را عبادت میکردند. فاختبروا بذلك، لذا اونها به این چیز آزمایش شدند. آزمایش خدا این بود که به اونها گفته بود اونی که در دلتون محبوبه اون بکشید، اونی که در دلتون محبوبه اون بکشید. بحر المحیط. پس از همه این عبارت ها فهمیده شد که دستور داده شد گاو را چی بکنند؟ بکشند. چرا گاو بکشند؟ به خاطر اینکه گاو مقدس بود، در دلها جای گرفته بود، یک زمانی معبود بود، محبوب بود. خداوند میخواست محبت را بیرون کند. به ما خداوند دستور میده مال خرج بکنید. خب مالی که مال ماست، تو بانک در حساب ماست، تو گاو صندوق ما قفله، خدا میده بده به فقیر. چرا؟ چون محبت از دلت بره. محبت هر چی که در دل باشد به غیر از محبت الله خطرناکه. لذا خداوند به اونها دستور داد که چی؟ گاو را بکشتا، محبت از دل بره. خب گاو را کشتند. پس گاو را کشتند، قصه تمام شد بر اساس اون چی که شیخ میفرماید. دیگه اون جریان کشتن پسر عمو اون یک داستانی دیگه هست، اونجا گاو نقشی ندارد. لذا الله می فرماید و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، وقتی که شما نفسی را کشتید. این خباثت چهارم بنی اسرائیل هست، این خباثت پدرانشان. نفسی را شما کشتید، فادارأتم فیها، در رابطه با اون
چی میکردید؟ بحث میکردید. تدارع میگویند هر کسی از خود، از گردن خود دفع بکند و بر گردن دیگری بندازه. اون بگه من نکردم، اون کرد، معنیش اینه اون کرد. اون بگه من نکردم، اون کرد. لذا اینجا پسرموها هر یکی از گردن خود مینداختن، میگفتن ما نبودیم. والله مخرج ما کنتم تکتمون. مخرج به معنی مظهر، خداوند ظاهر میکند. مظهر لا محالته، خداوند ظاهر میکند، آشکار میکند. ما کنتم تکتمون، آنچه که شما در دلهای خودتون کتمان کرده بودید، مخفی کرده بودید، آنچه که در دل پوشیده کرده بودید، خدا او را ظاهر میکند. در دل پوشیده کرد، خودش کشته، میدونه من کشتم، خدا این را آشکار میکند. فقلنا اضربوه ببعضها، ما گفتیم او را بزنید. هو فقلنا اضربوه، هو ضمیر مرجعش نفس هست. خب نفس مؤنثه ولی مؤنث معنوی هست، هم ضمیر میدونید مذکر به او راجع میشه و هم مؤنث. ما او را گفتیم بزنید اون نفس را به بعضها، به بعض اون. به بعض چی؟ دو تفسیر، یکی بر اساس تفسیر عموم مفسران و تفسیر آلوسی. به بعض البقره، به بعضها یعنی به بعض یعنی بخشی از گوشت گاو بگیرید به او بزنید. اما تفسیر شیخ ما به بعضها با چی؟ بعض نفس، نفس بعضش را به بعض دیگه بزنید، یعنی بدن خودش را با هم چی بکنید؟ اتصال بدید تا زنده بشه. کذالک یحیی الله الموتى، اینجا خداوند جمله معترضه بیان می کند. همان گونه که خداوند اون یک نفر را زنده کرد، همه مرده ها را الله هم زنده می کند. الله می فرماید کذالک یحیی الله الموتى، این گونه زنده می کند الله مردگان را. و یریکم آیاته، و نشان می دهد شما را آیات خودش را. لعلکم تعقلون، شاید شما عقل و خرد کنید، درک کنید، متوجه بشید. این حکمت ارائه آیات است. چرا آیات را نشان میده؟ شما متوجه بشید. اما خداوند اینجا استبعاد بیان میکنه، ثم استبعادیه، یعنی بدور از انصاف است، بدور از عدالت است که با وجود این همه آیات شما دلتون روز به روز سنگتر و سختتر میشه. الله می فرماید ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، سپس دلهای شما سخت شد بعد از این، یعنی با آیات الله دل شما نرم نشد. فهی کالحجاره، دلهای شما، فهی ای قلوب، پس آن دلهای شما مثل سنگ، او اشد قسوه، یا از سنگ هم سختتر. دلهای شما از سنگ هم سختتر شد. ببین سنگ داریم که از خدا میترسند. خداوند چند نمونه سنگ اینجا بیان میفرماید. رب العالمین میفرماید و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، علت اینه که سنگ نرمتر است به درستی بدون شک. من الحجارة، بعضی از سنگ ها هستن لما يتفجر، همان که جاری میشه از اون نهرها. سنگ ها دیدید که از دل سنگ چشمه بیرون میاد؟ الله این را علامت خشیت اون سنگ مینامد. و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، بعضی از سنگ ها هستند که امونهایی که یشقق، شکافته میشوند، میشکنند. فیخرج منه الماء، آب از اون بیرون میشه. آب چی میشه؟ بیرون میشه. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، بدرستی بعضی از آن سنگ ها هستند لما یهبط، همونه که از بالا میافتد، از بالای کوه غلط میخورد میافتد پایین. من خشیت الله، از خوف خدا.
خود به خود سنگ را میبینیم که میغلطد و میاد پایین، این از ترس خداست. ببینید سنگ شعور دارد، ما نمیدونیم، ما احساس نمی کنیم. لذا ببین این سنگ هست، کوه هست، اما الله عزوجل به او شعوری داده که ما از او غافلیم، ما متوجه نیستیم. اینجاست که الله می فرماید و ان منها لما یهبط من خشیت الله، به درستی که از آن سنگ ها هستند همان که یهبط از بالای کوه پایین می آید، من خشیت الله از خوف الله، و ما الله بغافل عما تعملون، الله غافل نیست از آنچه که شما عمل می کنید. لذا دلهایتون سنگ نباشد، خدا از عمل کرد شما غافل نیست. فیجازیکم حسب اعمالکم، حسب اعمال شما، بر اساس اعمال شما خداوند شما را چی میده؟ پاداش میده، جزا میده. پس سنگ هم از خدا میترسد، انسان نباید دلش از سنگ سخت‌تر باشد. بله، اینجا عبارتی درباره سنگ بود که در وسط ترجمه نیاوردم. المعنا، این که خداوند درباره سنگ ها فرموده معنیش چیه؟ المعنى ان الحجارة تتأثر، معنی این است که سنگ هم متأثر میشه و تنفعل، منفعل میشه، دگرگون میشه. و قلوب هؤلاء، اما قلوب این انسان های سنگ دل نگوییم، سنگ که بهتره، این انسان های سخت دل، لا تتأثر ولا تنفعل عن امر الله تعالی اصلا، متأثر هم نمیشه، منفعل و دگرگون نمیشه از امر خدا اصلا. الله تعالی می فرماید نباید دلهایتون اینطور باشه. وقتی که آیه خدا را میشنوید، دستور خدا را میشنوید، باید دلتون تکان بخورد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنان کسانی هستند که وقتی که نام خدا، ذکر خدا به میان میاد، گفته میشه الله، وجلت قلوبهم، دلشون تکان میخورد، میترسند، دلها میترسند. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی که آیات خدا بر آنان تلاوت میشه، زادتهم ایمانا، ایمانشون چی میشه؟ اضافه میشه. باید مؤمن اینطور باشد. به هر حال الله تعالی سنگ را بیان فرمود که سنگ هم از خدا میترسد. خدا به ما توفیق بده ما هم از خدا بترسیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، خداوند تعالی از اینجا تا پایان بحث بنی اسرائیل 5 گروه از یهود را یادآور میشه. ببینید این گروه ها که از یهود هستند، از مسیحیان هستند، از منافقان هستند، وقتی که در قرآن ذکری از اینها به میان می آید، معناش این نیست که این آیات در باره یهود هست و لا غیر، در باره کسی دیگه نیست. نه، هستند مسلمانانی، مسلمان نماهایی که همین اوصاف را دارند. این نکته را به این خاطر میگویم که یک مقدار ذهنتون را باز کنید. فقط آیات را در باره یهود منحصر ندانید، هستند غیر یهود هم که چی؟ که همین اوصاف را دارند. خب 5 گروه از یهود اینجا ذکرشون میاد و خباثات اونها، خیانت های اونها مورد بررسی قرار میگیرد. 1 احبار و رهبان، یعنی ملاها و دراویش یهود، احبار و رهبان. 2 منافقین یهود، منافقانی که به ظاهر چی کردند؟ ایمان و اسلام ظاهر کردند اما در حقیقت نبودند. 3 بیسوادها و جهلاء یهود، افراد بیسواد و جاهل یهود. 4 علماء محرف تورات،
علمایی که تورات را چی کردند؟ تحریف کردند و تورات را دستکاری کردند. 5 صاحبزادگان و آقازاده ها، آقازاده ها و آخوندزاده ها و صاحبزاده ها و پیغمبرزاده ها خودشون را میگفتن ما پیغمبرزاده ایم، ما از نسل فلانیم. لذا اینها را خداوند اینجا چی میکند؟ یادآوری میکند. خب عنایت بفرمایید. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، الله میفرماید آیا شما امیدوار هستی، شما طمع دارید ان یؤمنوا لکم، این که به شما ایمان بیاورند، این یهودی ها به شما ایمان بیاورند، مؤمن بشند. وقد کان فریق منهم، بدون شک گروهی از آنها هستند. از کی؟ از یهودی که در زمان رسول الله بودند. مراد از این یهود حاضر در زمان رسول الله. المراد بالفریق فریق منهم من کان فی زمن محمد صلی الله علیه وسلم. تفسیر کبیر میگه مراد از این فریق چیه؟ کسانی که در زمان محمد بودند. وقد کان فریق منهم، بدرستی که بود فریقی از آنها، یسمعون کلام الله، کلام الهی را گوش میکردند. ثم یحرفونه، سپس آن را تحریف میکردند، آن را تغییر میدادند. من بعد ما عقلوه، بعد از اینکه آن را درک کردند، فهمیدند، واقعیت را متوجه شدند در این کلام ذکر محمد عربی هست، متوجه شدند اون نبی موعود، همین پیغمبری که مبعوث شده. اما چیکار کردند؟ یحرفونه، تحریف کردند، تغییر دادند. من بعد ما عقلوا، بعد از اینکه اون را فهمیدند و درک کردند. و هم یعلمون، آنها میدانند. آنها هم چی؟ میدانند که ما تغییر دادیم، ما دستکاری کردیم. ببینید اینها کیا هستند؟ قال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. ابن کثیر، امام مجاهد میگه این کسانی که کلام خدا را میشنویدند، الذين يحرفونه، بعدا تحریف میکردند، والذين يكتمونه، کسانی که کتمان میکردند، هم العلماء منهم، علماء یهود هستند. کیا هستند؟ علماء یهود. چه تحریفی کردند؟ عبارت دوم، عمدوا الى ما انزل الله، چیزی که خدا نازل میکرد او را قصد میکردند، هدف میگرفتند. فی کتابهم من نعت محمد صلی الله علیه وسلم، تعریف محمد که در کتابشون آمده بود او را قصد میکردند. فحرفوه عن مواضعه، اون را از مواضعش چی میکردند؟ تحریف میکردند. ابن کثیر. پس ببینید این یهود بودند، علماشون که تحریف میکردند. خب تحریف تورات به دو قسم بود. بعضی اوقات اصلا الفاظ تورات را چیکار میکردند؟ بر میداشتند، کلماتی از طرف خودشون اضافه میکردند. این را میگن تحریف لفظی، یعنی تغییر کلمات تورات. نوع دوم بود تحریف معنوی. تحریف معنوی اینه که الفاظ را دست نمیزدند، با کلمات کار نداشتند. چه کار میکردند؟ اونها در واقع معنا را، تفسیر را تغییر میدادند، از خود یک تفسیری در می آوردند، اجتهاد میکردند. آیا این تحریف در امت ما نیست؟ هست.
قرآن را کسی جرأت نمیکنه تحریف لفظی بکنه، الفاظ قرآن را، کلمات قرآن را تغییر بده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر را، قرآن را نازل کردیم، محافظش هم ما هستیم. کسی جرأت و توان نداره که قرآن را تحریف لفظی بکنه، الفاظ قرآن را. اما هستند ملانماهایی که تحریف معنوی میکنند قرآن را. یعنی چه؟ یعنی قرآن را از طرف خودشون تفسیر میکنند. اون تفسیری که تفسیر واقعی قرآنه، اون تفسیری که از اون تفسیر توحید ثابت میشه، از اون تفسیر جایگاه نبوت ثابت میشه، اون را چکار میکنن؟ تغییر میدهند. به عنوان مثال قبلا عرض کردیم، یکی دو تا مثال عرض میکنم. خیلی از این نمونه ها هست که خداوند میفرماید قل انما انا بشر مثلکم. پیغمبر را میگه ای پیغمبر بگو که من هم بشری هستم مثل شما، ادعای خدایی ندارم، من مثل شما بشری هستم. اما خرافاتی ها و غلات معتقدن که پیغمبر بشر نیست، پیغمبر نور من نور الله هست، نوری هست که برگرفته از نور خدا. بریلویه این عقیده را دارن. خب این آیه را چطور تفسیر میکنن؟ تحریف اینه، یعنی تحریف معنوی. انما انا میگه یک انایی، اینجا خبر هست محذوفه. انما انا منم، اما بشر مثلکم، بشر مثل شما هست، من نیستم. یعنی میگه اینجا پیغمبر گفته که من بشر نیستم، العیاذ بالله. یا اینکه مثلا قرآن مجید در رابطه با من دون الله میگه بغیر از خدا عبادت نکنید. میگه ما عبادت نمی کنیم، ما فقط دعا میکنیم، فریاد میزنیم. ببینید این تحریف است. ما میگفتند که ما چیکار میکنیم؟ ما عرض کنم که من دون الله میگه یعنی بت، ما بت‌ها را صدا نمیزنیم، ما اولیاء الله را فریاد میزنیم. و دیگه گفته عبادت نکنیم، ما عبادت نمی کنیم، ما فقط دعا میکنیم، فریاد میزنیم. اینا تحریف هایی هستن که مردم را میخوان چیکار بکنند؟ به هر حال مردم را میخوان فریب بدن، گمراه بکنند. لذا الله عزوجل میفرماید این گروه اول هست که یسمعون کلام الله، کلام الهی را میشنوند، ثم یحرفونه، سپس او را تحریف میکنند، من بعد ما عقلوا، بعد از اینکه اون را درک میکنند، و هم یعلمون، آنها میدانند که این چی هست، ما تغییر دادیم، ما تبدیل کردیم، ما چی کردیم؟ جابجا کردیم. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور، بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.